ما در آینده هیچ زندگی مشترک با اونا کردن نمیتونیم. ما در آینده هیچ نوع آشتی را نه در حال نه در آینده بین اسلام و کفر ما آشتی را آورده نمیتونیم. صفها جداست. یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. دوستی با کفار، دوستی با دشمنان اسلام قطعا در هیچ قاموس از قوامیس دین و مذهب جواز نداره و این را شما پیدا کردن نمیتونید. احکام اسلام در این مورد برادرها صریح است. ما جهاد به خاطر اقامه نظام اسلامی کردیم. در این نظام اسلامی غیر از مسلمان دیگه کس در اینجا گنجایش نداره. در کار خود مواظب باشین، کوشش کنین. این کوشش بر ما هم لازم است، بر شما هم لازم است و به همه مسئولین جهاد لازم است که با تعهد خود پایدار بمانیم و در تعهد خود غدر نکنیم، خیانت نکنیم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده که در اون دنیا برای هر غدار در پالوی پالکونش، در پشت سرش یک جنده بالا میشه و این بالا شدن جنده هم به اندازه قدر هر کس می باشد و از مسئول مسلمان ها کرده، از امرای مسلمان ها کرده خدا نخواسته اگر غدر بکنن دیگه غدار بالاتر نمی باشه. خداوند ما و شما را از اون نگاه کنه. خداوند هم امرای ما و شما را و هم مجاهدین ما و شما را و هم قماندانای ما و شما را با زندیق و مرتد هیچ نوع تماس، هیچ نوع نشست و برخاست، هیچ نوع گپ زدن شرعاً جواز ندارد. با مرتد خرید و فروش هم شرعاً کردن نمیتونی. با مرتد مصافحه کردن نمیتونی. از مرتد پرسان کردن نمیتونی که امیر کجا رفته و اگر مرتد از پیشت پرسان کنه امیر را برش نشان دادن نمیتونی. این حکم شریعت است. مقاطعه با اونها واجب است. به این لحاظ با یک کمونیستی که اصلا مسلمان بوده و باز کمونیست شده، هر کافری که اصلا مسلمان بوده و پسان کافر شده، این مرتد است. با مرتد هیچ نوع تعامل جواز نداره. با مرتد هیچ نوع گپ زدن جواز نداره. با مرتد هیچ نوع مصافحه جواز نداره.